الو کابوس بهداشت اومدن. خب استاد نرفتی عموم. نه خب ها بهداشت بره آشپزخونه. یعنی کابوس پلم شده پلمت میکنم. یه سوسیس میخواستم. حجمش زیاده ایتری بخریش. ولش کن. بزنم به چه اسمی؟ به چه اسمی؟ آشپز فقط خودم. فرار با تو تاش گرفتم. فرار دیشب زنگ زدم 110 میگم پیتزا میخوام. میگه یه دونه برای من. میگه خب بپرس چه میشن دوز زده بخونه. فسودی هم سودش خوبه ها. فصل چه فودی؟ سودش تو قوطی نوشابه هم زایات 6 ماه یه بار به ما میده. بچه یه دونه کراکولاف. یه دونه کراکاف بزن. روغن آلا 40000 تومانش رفتم هنوز آخ نگفته. اینا مال کیه؟ نمیدونم برای کیه ولی هر سوراخی برای یه نفره. یعنی فست فودی بدترین شغل دنیان. به هزار بدبختی میخوای پیتزا درست کنی بدی یکی دیگه بخوره. بچه روغنو داغ نشو. تو با این دستگاهت باید میرفتی تایلند. من این تایلند بودم سوشی درست میکردم. منظورت سوشیه؟ ها دکتر گفته باید رو پیتزا کنترل داشته باشی. ما هم گفتیم چشم. بفرما. علی پیتزا تو فرسوخت. خب بعد برش زدی جا. این لامصب یواش بزن جا. این پیتزا رو کی سنگ فرش کرده انگار دور آزادی؟ سوسیسو نسوسه. چی میگی؟ اما آتش سوسیس را نسوزاند. کری پیتزا باید بره تو فر نه رو گاز. من شاید دلم بخواد رو گاز درست کنم. به فر چه؟ ما این همه ازش میزنیم یواشکی میخوریم دوباره مشتری میگه سیر شده. خیلی عجیبه. بفرما آقا اینم پیتزاتون. این که کمه. این بنده خدا کجاش کمه؟ این تازه 4 تاشه من تو راه خوردم 4 تا دیگه اضافه بوده. کجاش کمه؟